ما در کتاب زکات هستیم برادرای عزیز، لیکن درباره توحید سخن داریم. برای چی؟ علم حدیث وقتی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام را که درباره یک موضوع نه، ولیکن وقتی که سوال که شد پیامبر صلی الله علیه و سلام به سوالش جواب داده ایستادند. و امام بخاری هم حدیث را یعنی چه خیلی که آمده است همین خیلی آوردن، نه اینکه فقط مسئله زکات را آورده باشند. فایده علم حدیث این است که غیر از کتاب زکات در کتاب زکات قرار داشته باشید هم دیگر مسئله ها را هم می آموزید. اما اگر شما کتاب زکات را از خود کتاب فقه خوانید، غیر زکات در دیگر موضوع ها نمی برآید. از یک جهت کتاب فقه بهتر است، از جهت دیگر علم حدیث بهتر است. یعنی بهترین راه جمع بین علم حدیث و علم فقه است. بنابراین انشاءالله اگر فرصت که شد امروز بعد خواندن 2 حدیث از کتاب فقه هم کتاب زکات رو برای شما میخوانیم، شرح میدیم تا اینکه فرقی بین 2 نوع علم آموزی را یعنی بروید، اهمیت دهید. ما در علم حدیث چگونه شرح میدهیم، در علم فقه چگونه، فهمیدید؟ بنابراین بهترین راه این جمع کردن بین علم حدیث و بین علم فقه است.